ما از مسابقه بین المللی گوشتینگیری از شهر پنجاکنت آمدیم. آنجا 2 مدال طلا در وزن 65 و 78 کیلوگرم مال ما شد و 3 مدال دیگر طلا را ازبک ها به خود بردند. و اکنون تنتنه نوروز در خاروخشهر ادامه می‌یابد که آنجا هم مسابقه گوشتینگیری برپا می شود. پهلوانان ما هنرشان را در آن لحظه های حساس و جالبیت پنجاکنت نشان دادند. اما تقاضای میدان شهر خاروخ دیگر است. ازبک ها گفتند که ما به شهر خاروخ حتما می رویم. آنجا باز تنتنه گوشتین شما را همراهی میکنیم و برای انعام های عالی و ارزنده مبارزه میبریم. از کجایند آن چهره هایی که خیلی ارزنده تر و شایسته میدان های با نفوذ ما را باز هم زینت دیگر میدهند و در وزن گران و در وزن های دیگر خیلی شهرت علاهیده گوشتینگیری دارند. این کار به چی انجام می‌یابد و تنتنه عید گوشتین خاروخشهر با پیروزی کی سامان می‌یابد؟ ما را همراه باشد و حتما روز 21 مارس به این سوال‌ها پاسخ خواهد گرفت.